بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. ان شاء الله در این فرصتی که ما با شما در اختیار داریم میخواهم اطراف مسجد، خانه خدا و اهمیت و ویژگی های خانه خدا و دوری از مسجد، مصیبت هایی که حاوی یا اینکه متحمل می شود و اینچنین معنی کردنی از مساجد و عبادتگاه ها از نظر شرع و از لحاظ مفاد و زیان آن صحبت های داشته باشیم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. واقعا مسجد از لحاظ معنا و از لحاظ مفهوم آن خانه خدا در روی زمین است. مساجد خانه های خدا در روی زمین هستند. در حدیث قدسی هم خداوند تبارک و تعالی در نسبت علویت یا اینکه بزرگی این مکان و تیزه کردن که این جایگاهی مهم و مکان خیلی هم عالی است، میگوید که در روی زمین محبوب ترین جا و پسندترین مکان مسجدها هستند برای من. یعنی اینجا کمالی ترغیب یا اینکه امر و فرمایش هست که آن جایی را که من دوست می‌دارم در روی زمین از همه بیشتر این مسجد ها هست. البته مسجد چرا برای خداوند مکانی بهتر یا اینکه جای محبوب تر است و چرا می‌خواهد که بندگانش در اونجا باشد؟ مسلم است که خداوند از بندگانی که آنها را دوست می‌دارد خوش دارد که در آن مکان یا که در آن جایگاهی که برای او محبوب و پسند هست در اونجا حضور داشته باشند. البته در مسجد حضوری در مسجد، عبادت در مسجد، ذکر خداوند در مسجد که هدف از مسجد همین هست، این یک برنامه هست که خداوند برای اصلاح بندگانش، اصلاح نفس بندگانش این رو وضع کرده است. چون که در مسجد ذکر خدا می شود، عبادت خدای یگانه در اونجا انجام می گیرد. البته که در اونجا نفسها تزکیه می یابند و یک در تشکل انسان سالم مسجد محور اساسی است و انسان می تواند که از عبادتگاه، از مسجد شخصیتی خود را همچون انسان، همچون یک جزء سالم جامعه کامل کند و درست کند. بنابر همین است که خداوند تبارک و تعالی مسجد را از بهترین مکان یا اینکه محبوب ترین جایگاه برای خود قبول کرد و در ضمن امر کرد، سفارش داد و ترغیب کرد که شما در مسجدها جای بگیرید و از مسجدها استفاده ببرید، چون که مسجد مکان محبوب و پسندیده ترین برای من است. البته مقصد از مسجد یا اینکه حضور دست جمعی در مسجد متضمن یا اینکه حاوی یا در برگیرنده معنای اجتماعی دارد.
ما اگر در نص‌های صحیح از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اون طوری که با ما روایت شده است میبینیم که عبادت خداوند، ذکر خداوند، بندگی خداوند در خانه ها هم ترغیب شده است و امر شده است. ما از حدیث پیغمبر میابیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند که خانه های خود را به سبب ترک کردن نماز و عبادت قبرستان قرار ندهید. یعنی خانه ها، منزل ها باید که مملو از عبادت، از ذکر خداوند باشد. البته حیات یک مسلمان، خب سخن گفتن یک مسلمان، خب سکوت کردن او در کارگاه و حتی در مجلس های تفریح و خرسندی و در مصیبت، همه اینها باید عبادت باشند. اما منزل ها را هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تأکید کردند و گفتند که به سبب ترک نماز، به سبب ترک عبادت، به سبب ترک ذکر و خشوع و بندگی آنها را قبرستان قرار ندهید. اما مقصد از اینکه مسجد یا اینکه عبادت جماعی یا که دست جمعی، نماز جماعت، ذکر، کارهای خیر، تجمع در اونجا، مسجد متضمن معنای اجتماعی است. این نه تنها در اسلام بلکه همه ادیان آسمانی این را تأکید کردند و در همه ادیان آسمانی همه پیغمبرانی که با دین، با شریعت آمده اند در این تأکید کردند و جایگاه مسجد را و جایگاه عبادت دست جمعی را از مهمترین عبادت ها قرار دادند. به استثنای اینکه خب شریعت های قبلی یا اینکه امروز میگویند ادیانی که قبلا آمده بودند پیامبران با آنها تحریف شده اند که مسجد را، عبادتی در مسجد یا اینکه اهمیت ندادن به مسجد در اونها اگر شنیده می شود، اینها یک چیزهای تحریفی هستند که هیچ به اصل توحید و به کار اجتماعی هیچ علاقه ندارند، زیرا اینکه همه ادیان آسمانی متضمن معنای توحید و عبادت دست جمعی هستند و مرکزهای عبادت کردن جماعی با جماعت تأکید شده است و اونها اولویتی در اونها برای اصلاح نفس، برای اصلاح جامعه هدف که بود روی کار آمدند. حالا اکنون ما میبینیم که مسجدها را منع میکنن یا اینکه هجوم به مسجدها میشود. خب چرا باید مسجدها منع شوند؟ چرا در اون جایی که در اونجا خدا پرستیده میشود، در اون جایی که نفسها تزکیه مییابند، خب اون جایگاه ها برای مردم به قرب یا به منزلت نشان داده شود و اونها را بسته شود؟ و چرا اونها را باید که به خب دیگر مرکزهای از قبیل مرکزهای جوانان یا اینکه جایگاه گروه‌های انتظامی، خب از قبیل یعنی تغییر دادن مسجدها به جایگاه‌هایی یا که ملیسه‌خانه یا اینکه جایهای تفریح جوانان تغییر داده شود؟ آیا اصل هدف از اینها چی است؟ چرا این کارها را باید بکنن؟ اول باید ما یادآور شویم با اون چیزی که خداوند در کلام خود گفت و آن جایگاه و مکانی که مسجد در بر دارد، یعنی آن وظیفه، آن عهده داره، آن خب برنامه تربیوی را که مسجد برای انسانها در خود دارد. و میبینیم منع کردن مسجدها، خب اولا اینکه هر کسانی که مسجدها را بند میکنن بدون شک و تردید ما میگوییم که آنها دشمن خدا هستند. یعنی اونها واقعا هم دارن با خدا مخالفت میکنن، زیرا مکانی که برای خداوند پسندترین مکان، محبوب ترین جا هست، مانع اون میشوند. این ناشی از چی است؟ از این است که در نسبت خداوند، در نسبت حکومت الهی، در نسبت خب قانون الهی مخالفت ایجاد میکنن.
و مسجد که خانه خدا هست باید که اون منع کرده شود و مسجد اون جایی هست که در اونجا انسانی سالم، انسانی کامل، یک تشکل انسانی در اونجا به شکل درست با اعتقادی صحیح باید که بنیاد شود، باید که این چیز نباشد. اینجا یک نکته مهم و ضروری این است که این ناشی از چی است؟ از دشمنی با خدا، بدبینی با شریعت او، بدبینی با مسلمان ها، چون این اقدام ها به وجود میاد. اما در این که آنها را خب به دیگر مرکزها تبدیل میدهند، البته اینجا جای تأسف است، زیرا اینکه یک حکومت وظیفه دار است که برای جوانهای خود، برای رفع نیاز جوانها، برای کارمندهای حقوقی و انتظامی خود او مکانهای مناسب خب مجهز را آماده بکند، نه اینکه یک مکان عبادت که مسلمان ها با اعتقاد بر خدا و بنا کردن مسجد که همچون عبادت اون را بنا میکنن، اونها را گرفته با خب علتهای ساخته و بافته اونها را گرفته به مرکزهای جوانان یا اینکه به مرکزهای خب کارخانه‌های نظامی یا انتظامی یا اینکه حفظ حقوق و دیگرها تبدیل دادن. اینجا ضعف توانمندی اقتصادی خود یک کشور است که بجای آنکه حکومت تأمینی برآوردن نیازی مردم خود را به عهده داشته باشد، باز هم از حساب مردم، مخصوصا از حساب باز هم مسلمان ها باید که خب تأمین شود. اینجا یک نقطه ضعف یا اینکه یک نقطه بسیار هم خب ناتوانی اقتصادی هست. اگر چندی که در مد اول اون است که یعنی دشمن با خدا بودن، خب دشمن به معیارهای اخلاقی بودن و مسلمان ها را از عبادت دست جمعی دور کردن، اگر چندی هدف این باشد، اما هدف یا اینکه غرضی کمبودی اقتصادی و ناتوانی یک حکومت ظاهر می شود که از زحمت های مردم که برای عبادت و برای بندگی و برای اینکه از خدا یعنی به امید اجری از خداوند خانه های خدا را بنا میکنن، اونها را گرفتن و تبدیل دادن به دیگر مرکزها و به دیگر کارخانه ها یا که انشاءات دیگر. خب این نکته دیگر است. حالا که برای ما مسلمان ها همان گونه که هدف از مسجد ساختن یا اینکه تشکل یک انسانی درست هست، حالا اگر این مسجدها را هم بگیرن، ما افتخار آن را داریم که در اونجا جوان ها باشن یا اینکه در اونجا کارمندهای نظامی و انتظامی و حفظ حقوق و حفظ شهروندها باشد. البته این یک افتخاری است که اون مسجدها می توانند که برای اونها در این حالت هم خب خدمت بکنن، اما نباید با این صورت، با این شکل، با مسجد، با عبادتگاه مسلمان ها، با عقیده اونها، با خانه خداوند رفتار کرد و معامله کرد. حالا نکته آخرانی که در این مورد میخواهم به اون نظر بیاندازم یا که در اون باره چیزی بگویم این است که پیامدهای چنین معامله با خانه خدا، با عبادتگاه مسلمان ها چی پیامدهایی دارد و به کدام غرض اینها بسته می شوند و در نهایت از اونها چی برد یا اینکه چی زیان می آید. درست است که همان گونه که قبلا اشاره کردیم، هدف از بستن مسجدها، تبدیل دادن اونها به دیگر کارخانه و انشاءات ها، خب علاوه بر دشمنی به خدا و به معیارهای اخلاقی، این باز هدف سیاسی هم دارد. هدف سیاسی یعنی ضعف سیاست حکومت در کشور خود، یعنی براه گذاشتن سیاست نادرست با مردم خود، با ملت خود.
در صورتی که ما ادعای آن را داریم که تاجیکستان 98% مسلمان هست. البته مسلمان ها مسجد دارن، عبادتگاه دارن و برای بینای مسجد و برای بینا کردن عبادتگاه خودشون انگیزه دارن، شوق دارن، این را عبادت میدونن. خب از این خاطر اونها مسجد بینا میکنن. مردم تاجیکستان که معتقد دیگر ادیان نیستن تا اینکه عبادتگاه های مخصوص به اعتقاد خودشون بینا کنن، مسلمان هستن و مسجد را بینا میکنن. این معنی کردنی مسجدها و بازداشتن اونها از عبادتگاه های خودشون انگیزه سیاسی دارد، چون که در تأمین سیاست خلل وارد شده است، سیاستی نادرست پیش گرفته شده است و بخصوص مسجد را یک مکانی تربیه یا که انشا و با وجود آمدن تروریست یا اینکه دهشتگراه ها معرفی کردن، این از همه معیارهای اخلاقی و از همه معیارهای حتی حکومت و سیاست ها بیرون است. در یک کشوری که 98% مسلمان باشد و باز مسجد او مرکز پیدایش یا اینکه تربیه تروریست یا اینکه دهشتگراه ها باشد، حالا که هدف از مسجد عبادت و بندگی است، ذکر خداوند است، ساختن انسان سالم است. خب هدفهای سیاسی را همان گونه که خود ادعای آن را دارند که دین از سیاست جدا است، با مسجد با عبادت مردم آمیخته نباید کرد. این یک چیز است. اما از دیگر طرف البته همان گونه که در آیات قبل یادآور شدیم، منع کردن مساجد این منتهای ظلم است. از کسانی که مسجد را منع میکنن ظالمتر دیگر در روی زمین کسی وجود ندارد، زیرا در اونجا عبادت خداوند منع کرده می شود، در اونجا جایگاهی که ذکر خدا می شود اونجا را منع کرده می شود و کوشش کردن اونها به خرابه ها، تبدیل دادن اونها به دیگر هدف و به دیگر مقصدها و به دیگر مرکزها. خب دیگه اینها پیامدهای بسیار بدی دارند. لهم فی الدنیا خزی، انسان ها اگر از اعتقاد دور شوند، از تربیت دور شوند، انسان مسلمان اگر نیاز خودش از عبادتگاه و از مسجد خودش نیابد، هر آن چیزی را که امروز شما یا که تهمت کرده می شود که در مسجد اونها بنیاد می شوند، از دیگر جا بنیاد می شوند. یعنی آن چیزی را که تروریسم یا اینکه دهشتگرا و دیگر به مسجد منسوب می دارند و تهمت میکنن مسجد را که چنین جایگاهی هستند، وقتی مسلمان ها عبادتگاه خود را، جای ذکر خود را همچون مسلمان نیافت، به دیگر جا رو میارد، به اون جایهایی که آنها منشأ چنین فکرهای غلط، چنین نظرهای نادرست است، به اون طرف می رود. هدف از این که لهم فی الدنیا خزیون، یعنی پیامدی بسیار بدی دارد که برای چنین انسان‌هایی که مسجدها را منع میکنن بسیار ننگاور، خجل آور، زیان آور است، الم آور است. یعنی پیامدی بدی هست که برای اونها، برای آینده اونها چنین چیزها را بردارد. اما این منتهای کار نیست. انسان در این دنیا که دائمی نیست. و فی الاخرة عذاب عظیم، اما در آخرت برای چنین انسان ها عذاب دردناک است. مپندارید که ظالم مرد و جان برد، حسابش با کرامن کاتبین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.